ما سلام خدمت دوستان گل. اومدیم با سرویس ماشین ریشترا که مشتری عزیزمون گفتن صداش خیلی زیاد شده و اینکه موها رو قشنگ نمیزنه. خب برس پایین رو باز میکنیم، قاب رو هم باز میکنیم، میبینیم که 2 تا پیچ برس پایین داره و 2 تا پیچ هم قاب رو. خیلی ساده، چیزی سختی نیست. پیچ ریگلاژ تیغو که باعث کم شدن صدا و زیاد شدن صدا و دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه. تو زدن مو یکم بازی دادم، باز و بس کردم که ببینم مثلا خراب هست یا نه، دیدم نه سالمه، هیچ مشکلی نداره. پس باز میکنیم، میذاریمش کنار، میبینیم که زیرش پر مو و یه عالم کثیفی که تیغو روغن میزده که روون بشه و این روغن ها میرفته داخل قاب بدنه و باعث میشده که موها رو بکشه سمت خودش و کثیف بشه. که یکی از دلایلی که این صدای تراکتور میده در واقع همین. اینجا میبینیم من با مسواک خواستم داخل بدنه رو تمیز کنم، ولی خب نمیشه، انقدر که مو داخلش هست و چربه، موهای چرب نمیشه. پس یه لحظه فیلمو قطع کردم و رفتم شستم، تمیزش کردم، آوردم. خب حالا لوازمی که روی میزه رو قشنگ با مسواک تمیز میکنیم که هیچ مو یا پرز یا کثیفی، چربی و روغن نمونه روش. سیم پیچ همه رو تمیز میکنیم، مرتب میذاریم کنار. ممنون میشم که ما رو حمایت کنین. اگه اون زنگوله رو بزنین دیگه هر موقع که ما هر فیلم آموزشی بذاریم، ویدیوی آموزشی بذاریم، شما سریع با خبر میشین و میتونین اولین نفری باشین که ببینین. و منم ازتون ممنون میشم. مطمئن باشین که اگر چنل ما رو داشته باشین، ما رو حمایت کنین، ما براتون جبران میکنیم. و اگه شما اینا رو یاد بگیرین، قشنگ میتونین تو خونه خیلی از کارا رو راحت خودتون انجام بدین. اون برچسبی که دیدین من کنده بودم، این برچسبی که اینجا زدم روی دینام، قسمتیه که حالا میبینین زمان لرزش، یعنی برق که وارد دینام میشه، وارد سیم پیچ میشه، باعث ایجاد آهنربا و اون فنرایی هم که بسته میشه باعث برگشت سر جای خودش و این لرزش رفت و برگشت سرعت زیاد پیدا میکنه و باعث لرزش میشه و اون لرزش تیغ رو هدایت میکنه و تیغ هم روی برس سر میخوره و موها رو میزنه. یعنی کارکردش همین، این مراحل رو طی میکنه. حالا اون برچسبا خودش یه برچسبای حالت ابری داره که باعث زمانی که اینا به هم دیگه میخورن، یعنی زمانی که میاد سمتش اینا به هم دیگه به سمت جذب میکنه، به هم دیگه میخورن، باعث صدای شدید نشه. که خب دیدین برچسبش کنده شده بود. حالا من از این برچسبای خیلی ساده که همه جا پیدا میشه، تو هر مغازه‌ای بخواید پیدا میشه، این برچسبو زدم که بین 2 تا فلز قرار میگیره و صدا رو کم میکنه. خب میبندیم سر جاش، پیچارم میبندیم. میبینید همینجوری که من دارم میلرزونمش، تکون میدم، میبینید که دقیقاً اون برچسب کجا قرار گرفته که زمانی که این لرزش شدت پیدا میکنه و با سرعت بالا میلرزه صدا نده. فنرها رو جا میزنین، فنرها اصلا قوی نیستن، خیلی با ظرافت یه سمت رو جا میزنین، یه سمت هم با یه 2 سو با فازمت که همه دارن، با فازمت سر فازمت با دقت فشار میزنین سر جاش. اصلا قوی نیستن، به خاطر که میخواد این فنرها لرزش داشته باشن و سرعت عملشون بالا باشه. فنرها خیلی ضعیف هم نیستن، ولی خب ظرافت خاص خودشون دارن، سخت نیست مثلا. پس یکم تنظیم میکنیم اینجا این لرزش خودش رو داشته باشه. این بعد اون برچسبایی که ما زدیم زیاد مطمئن درسته، پس لرزش هم داره. حالا همه چی چک میکنیم ببینیم سر جاش باشه، پیچا محکم باشه و قاب رو میبندیم. قابو که گذاشتیم، بعد بستن پیچاش میریم سراغ برس پایین. تیغ هم دقت کنین که درست بذارین، کج نباشه. اینجا نگاه کنین طریقه تنظیم کردن برس و تیغ. حد کافیه برس یکم عقب جلو کنین که ببینین لبه هاش با هم دیگه برابر باشه، توی خط موازی قرار بگیرن. پیچاشو صفر میکنین و تمام. به همین راحتی سرویس شد و الان میبینین که صداش خیلی کم. که اول فیلمم من صدای اول و آخر رو بارش دادم توی ویدیو، همون اول ویدیو گذاشتم که تفاوت
صدای قبل سرویس و بعد سرویس رو قشنگ متوجه بشین. ممنونیم که ما رو حمایت میکنین، سابسکرایب میکنین. اگه کانال ما رو داشته باشین مطمئن باشین که با آموزش های ما میتونین خیلی از کارا رو توی خونه خودتون انجام بدین.